کوکتل مولوتوف یک وسیله ساده و دستساز است که مردم برای دفاع از خودشون در برابر نیروهای اشغالگر و سرکوبگر استفاده می‌کنند. در زمانی که حکومت خواسته‌های مردم رو با گلوله و گاز اشک‌آور و با خشونت تمام جواب میده، مردم حق مشروع دارن که برای دفاع از خودشون از این وسیله استفاده کنند. و اما کوکتل مولوتوف چی هست؟ یک بطری شیشه‌ای حاوی مایعات آتش‌زا و یک فتیله هم دارد برای آتش زدن. خیلی ساده تهیه میشه. یک بطری شیشه‌ای، بنزین، روغن موتور، مواد چسبنده که با اضافه کردن یونولیت به دست میاد و طبعا یک پارچه برای فتیله. بنزین و روغن سوخته رو با هم قاطی میکنیم و در بطری میریزیم تا 2/3. یونولیت رو خرد میکنیم و توی بطری میریزیم به اندازه 1/5 یا 1/3 بطری. بعد یک سر فتیله رو فرو میکنیم در بطری که کامل در بنزین فرو بره و به اندازه 10-20 سانت بیرون باشه. حواستون باشه که دهانه بطری باید سفت و محکم بسته بشه که سوخت از اون بیرون نریزه. برای این کار میشه به همین روش فتیله رو دور دهانه بطری گره زد و یک سر اون رو در بطری گذاشت و سر دیگر رو بیرون. الان کوکتل ما آماده است. فقط کافیه که فتیله رو روشن کنیم و اون رو به سمت هدف پرتاب کنیم. در نظر داشته باشید که فتیله باید کمی به مواد سوختی آغشته باشه. روش صحیح پرتاب کوکتل مولوتوف به این صورت هست که میبینید. یعنی کاملا باید از بدنتون بیرون باشه. از بالای سرتون اون رو پرتاب نکنید که مبادا مواد سوختی روی سرتون بریزه. و حالا چند صحنه ببینیم از تاثیرگذاری کوکتل در رویارویی با نیروهای سرکوبگر. چه به صورت تکی اون رو پرتاب کنیم در تجمع نیروهای سرکوبگر و چه اینکه روی خودروی نیروهای سرکوبگر عمل کنیم که باعث زمینگیر شدن اونها میشه.